سلام بچه ها، چطورید؟ امروز اومدیم با آنباکس کردن پارت 2 وسایلا و از همه مهمتر نصب کردنشون روی هوندا 125. خب بعد از وسایلاش نصب کردیم سخت بود، نمیشد فیلم گرفت. نیاز من کار میکردم یه وسایلای مناسب اینو بچه برچسباشن که من نصب میکنم، اما تو ویدیو نه، چون بازم میگم نمیشه، خیلی سخته. قاباش موندن و جا پاییش. بیا اونجا نشون بدم چیا رو عوض کردم. بذارم اول از همه من سروالفا رو عوض کردم، شب رنگ زدم. 4 تا بودن، یه دونه زدم جلو، یه دونه هم زدم یه دونه زدم یه دونه جلو، هنوزم داریم. خب از همه مهمتر اومدم یه دونه از این صافی بنزینای نو براش خریدم، بنزین با شلنگاشم عوض کردم. و کار بعدی که کردم، بچه اینا من هنوز نتونستم جا بزنم ولی جاشو میزنم. پارت اولشو که بچه ما وسایلی که تو پارت اول خریدیم که شب رنگا بودن، قیمت همشون رو میگم، 4 عددش فکرم 68,000 تومان. اینا رو خریدیم. اینا رو چند نمیدونم، فکرم 100 خورده. اینا قابای بغلش که الان عوض میکنیم دیگه. بیا اینجا. اینا خریدیم 120,000 تومان فکر کنم بود. دیگه چی عوض کردیم هنوزم بود باز. از همه مهمتر این جا پایه، این برای ترمز بچه ها اینقدر قشنگه، این خیلی سخت بود دست کردنش که اینم وصل کردیم. اینم بود چند بود؟ اینم باز میگم همون 100 خورده اینا بود، 200 تومن بود این فکر کنم. بیا اینم بهت بگم، اینم خریدیم. اینم فکر کنم 50-60,000 تومن بود. آرم هوندا برای زیر چراغ. راهنماهاش هم که یه دونه دیگه بگیرم چون یه بار شکست. پارت اینم هست بچه، این جا پایاشه که براش اندازه. این فکر کنم 220 تومن، 200 خورده این عددا بود جا پایاش. خب جفتشون به همین راحتی باز بسته میشن. اینم گفتم. حالا برای بار دوم تا الان چی نبود که اینو خریدیم که وسایل رو بزنیم 50,000 تومان بود. این دیگه بیایم و هنوز هم هست جا پایاش. این دستگیرها بود که اینا 300 تومان بود جفتش دیگه. چلنگ هم خریدم که 10,000 تومان با صافی بنزین که 35,000 تومان. اینا هم بودن. خب الان هنوز مونده دست کرده. اول بچه من اینو در آوردم، اینو نصب کردم، این نوعه. خب اما قبلیش این بود. قبلی های این دوتا بود که برای عقب جلو شدن. این الان نوعه. بچه این قابا رو میخوام عوض کنیم. الان جا بزنم. بچه فکر میکنیم وسایل جا زدنشون آسونه، همهشون سخته، مخصوصا این مثلا نصب کردن این جا پایا آسونه. اون برای ترمز بود، اینا دستگیرشون در نمیومد، سخت بود. اینو من جا میدم، ولی بیا قابش عوض کنیم. بچه من باتریشو در آوردم، خاطر این خواستیم موتور بشورم اینا که حالا یه روز میگذره، هنوز تمیزم نشده. این الان برای اینجا درسته؟ نه این نیست، اینه 125. اینجوریه مثلا. حالا من این مثلا دارم اینجا بس کردنش به این صورته. از پایین هم بچه داره اینجا که اونو باید نصبش کنیم. اونم نصب شد. برای دیگه باشه من باشه کنم براش خوب بود نه من نفش خیلی باشه خوب نه بچه من خوابی دارش خیلی خوشیم شد نه بیا بچه من جا میدم. اینا هم که دادم دیگه قشنگ نشون بدم از روح موتور. بچه اینا شما هنوز بس کنید تو برچسب اینجا نمیشه نصب کرد، باید موتور برم داخل خانه که درست نصبش کنم. اینا برچسبای بقیه‌اش. خب این شد رخ نهایی موتور هوندا 125 تا اینجا. که بچه‌ها اگرم دوست دارید پارتای بچه بزنید، وسایل خیلی بیشتر میشه براش خرید، مثل کیلومتر، گلپیچ، جاپای عقب هنوز مونده، چراغاش، راهنماهاش مثلا عوض کنیم، خود چراغ جلو خیلی مونده، هنوزم میشه عوض کرد. حتما تو کامنت ها بنویسید، لایکتون نره، حتما چنل رو سابسکرایب کنید و تا کلیپ دیگه خداحافظ.